چرا بعضی استارتاپ ها هیچ وقت حرکت نمیکنن؟ در فیزیک قانون اول نیوتن میگه هر جسمی تمایل داره در وضعیت خودش بمونه مگر اینکه نیرویی بهش وارد بشه. در کسب و کار هم دقیقا همینه. خیلی از افراد یا شرکت ها درجا میزنن چون نیرویی بهشون وارد نمیشه، یا بعضیا با شتاب اولیه حرکت میکنن ولی چون نیروی محرکشون قطع میشه دوباره میایستن. امروز میخوایم ببینیم قانون اول نیوتن چه ارتباطی با کسب و کار داره. قانون اول نیوتن رو همه شنیدن، ولی تا حالا فکر کردی چقدر به زندگی چه ابعاد داره؟ یا به شروع کسب و کار فقط شروع نکنن، نه چون تنبلن بلکه چون هنوز هیچ نیرویی بهشون وارد نشده. نیروی اولیه خیلی مهمه، حتی کوچکترین حرکت میتونه اینرسی رو بشکنه. یه ویدیو ضبط کنی، یه ایمیل بزنی، یه جلسه بری، یه کسی رو ببینی، همیناست که تو رو از سکون در میاره. در کل هر وقت در یک حالتی ثابت بمونی به اون وضعیت عادت میکنی و در حال سکون باقی میمونی. اما اگر یه کار کوچیک هم انجام بدی ممکنه باعث حرکتت بشه. اگر در کارت به یک روال ثابت عادت کنی و هر روز فقط روی یک مسیر بمونی، در واقع تو در حالت سکونی. فضای کسب و کار با سرعت در حال حرکت و جنب و جوشه و اگر با این وضعیت ادامه بدی یقینا عقب میافتی. این حالت همون وضعیتیه که خیلی از استارتاپ ها دچارش میشن. انقدر درگیر نیروهای داخلی خودشون میشن که دیگه فراموش میکنن یه نیرویی باید هلشون بده و به جلو حرکت کنن. تنبل نیستن، خیلی هم فعالیت میکنن، اما از اون نیروی خارجی که توان به حرکت در آوردنشون رو داره بی بهره‌ن. پس همونطور که یک نیروی خارجی باعث حرکت جسم میشه، برای اینکه بتونی در کسب و کارت حرکت ایجاد کنی و از حالت سکون درش بیاری باید دنبال نیروی خارجی بگردی. هرچی این نیرو قوی تر باشه سرعت حرکت تو هم بیشتره. مثل نیرویی که از نتیجه یک جلسه پربار یا یک ارتباط مفید میتونه کارت رو به حرکت در بیاره. پس پاشو بگرد ببین از کجا میتونی چنین نیروهایی رو برای کسب و کارت پیدا کنی. چه تو فیزیک چه تو بیزینس تا نیرویی وارد نکنی هیچ چیز حرکت نمیکنه. اینرسی تو رو نگه میداره ولی فقط خودت میتونی بشکنیش. تا حالا چه چیزی مانعت شده شروع کنی؟ کامنت کن. لایکت نره. اگر حس کردی این قانون یه تلنگر بهت زد سابسکرایب کن، چون قانون دوم نیوتن هم میتونه برات جالب تر باشه.